از دلم پرسیدم ای دل چی میخواهی؟ مگر عشق و محبتی نو به نو یا مال و ملک زیاد؟ دلم گشت کرد در جواب گفت مهری پدر میخواهم. از چشمانم پرسیدم ای چشم تو چی میخواهی؟ آیا نگاهی عاشقانه میخواهی یا اینکه حیات رنگین و گوارا؟ چشمم از اشک پر شد و گفت نگاه گرم و نورانی پدرم را میخواهم. از کتفانم پرسیدم استخوانی سخت داری و چرا قوتی زیاد نداری؟ مگر میترسی؟ کتفانم جواب دادم آخر من دستان پدر را در کتفان ندیدم. از دو دستانم پرسیدم تو میخواهی دستانی دوست داشتم را قپیده استراحت کنی یا میخواهی پولی زیاد به دست آری؟ دستانم از کار ماندن و در جواب گفتن من میخواهم دستان پدرم را گرفته به سیر و گشت برایم. از گوشهایم پرسیدم تو میخواهی سرودهای نو به نو شنوی؟ گوشهایم کر شدن و در جواب گفتن به من تنها نصیحت های پدر میفورد. خداوندا تمام حسیاتم پدر میخواهد، پدرم را برگردان تا که گوشهایم نصیحت هایش را شنود و با دلم مهرش را بخشد. چشمانم مهری کشاده اش را ببینند. با دو دستم گرفته رفتیم بچه جان به سیر و گشت گوید این چه خوشبختی است، لیک من دیر کردم. پدر جان در یادتان هست کودک بودم، در یادی من هست که آرزو میکردی خانه دار شوی مرا میکردی، لیک آرزویتان مستجاب نشدم. پدر جان مرا دیگر طاقت زندگی کردن نیست. در این دنیا از همه آدم عزیزترینم را شاه ستون خانم را گم کردم و خود دیوانم. پدر شما مرا میشنوید؟ چرا آوازتان خاموش است؟ چرا برای زاری و ناله های من جواب نمیدهید؟ نخواد من تنها از تو ماندم، شاید از من سخت دل مانده شده ای. نخواد شما را من با چشم سیر ندیده باشم. عکس شما را میبینم و گریه میکنم. آه زندگی به من تنها اینقدر سختی آوردی. دیگران دولت و مال و ملک دارن خوشبخت هستند، اما من چی؟ نه دولت نه مال و ملک دارم. پدر جان برایم دولت و ثروت مال و ملک در کار نیست وقتی که تو را ندارم. پدر جان